وقتی یه کاری رو با دست انجام میدی انگار با تار و پود لحظه ها پیوند میزنی. از چند تا وسیله ساده که احتمالاً در دسترس همه هست یه وسیله تازه میسازی، یه چیز تازه خلق میکنی، یه چیزی که قبل از تو وجود نداشته و به نظر من این معجزه دستاست، این که از هیچ یه چیزی بسازی. اون وقتی که کار تموم میشه اون وقت فقط یه وسیله در برابر تو نیست، یه دنیای کوچیکیه که تو با دستات ساختی. هر تیکش گواهی از صبوری تو، خلاقیتت و اون عشقی که توی اون لحظه توی اون کار گذاشتی. بعد اون لحظه همونجا احساس میکنی که توانمندی، احساس میکنی که میتونی خلق کنی، میتونی تغییر بدی، میتونی تاثیرگذار باشی. بعد این حس به نظر من یه حسی فراتر از اعتماد به نفس، یه چیزی مثل عزت نفسه، مثل احساسی از بودن، از ارزشمند بودن. به نظرم خلق کردن با دست ساده ترین راه برای لمس جاودانگی تو زندگی روزمره است.